پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید شد که سال 2020 لایحه تجدید و بنیاد قطعه آبیگرم نورآبادی شاهراه وحدت قرمی با مبلغ 3.5 میلیارد سومانی و دیگر لایحه‌ها آغاز می‌یابد. گزارش ایدگل محمود از ناحیه‌های وادی رشت. شاهراه اتومبیلگرد بین المللی حدود ناحیه‌های نورآباد، رشت، تاجیک‌آباد، لخش شروع از شهر وحدت تا سرحد جمهوری قرقیزستان قریب 300 کیلومتر را تشکیل نموده. در این مسیر شاهراه سالهای آخر از حساب مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر شریکان سرمایه‌گذاری زیاده از 12 لایحه در سمت تجدید و بنیاد راه‌های ماشینگرد عملی شده است. این است که همه روزه صدها عدد تکنیک‌های بارکشان و مسافربر از ناحیه‌های کوهستان و پایتخت کشورمان شهر دوشنبه و دیگر کشورهای همسایه به یگان مشکلی رفت و آمد داشته. برای نگهداری راه‌های اتومبیلگرد بین المللی 7 مؤسسه دولتی با جلب 47 عدد تکنیک‌های صاحبی و 240 نفر کارگر فعالیت دارند تا حرکت متعدد نقلیات را در تمام فصل سال تامین نمایند. در برابر این سالی سپری شده از حساب برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت نقلیات و یک قطار مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های منطقه رشت تکنیک‌های صاحبی جدا کرده شد تا حالت نگهداری راه‌ها باز هم بهتر شود. وارد کردن تکنیک‌های نو از طرف وزارت نقلیات و مؤسسه 5 عدد تکنیک در دوام این سال وارد کرده شد. در فصل زمستان یگان مانعی در راه‌های همساله در عقبه 16 کیلومتری قرمق سرحد جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرقیزستان را می‌پیوندد، بارشات برف بیشتر به نظر می‌رسد. این است که کارمندان ساحه همه روزه راه‌ها را از برف و ترمه تازه می‌نمایند تا تکنیک‌های بارکشان و مسافربر به جمهوری قرقیزستان رفت و آمد کند. زیرا در این مسیر شاهراه یگانه واسطه رفت و آمد مسافران و کشانیدن بارهای خواجگی خلق اساساً طریق نقلیات زمینی صورت می‌گیرد. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آمده است که سال 2020 لایحه تجدید و بنیاد قطعه آبیگرم نورآباد شهر وحدت قرمی لخش با مبلغ 3.5 میلیارد سومانی آغاز می‌یابد که عملی شدن لایحه ذکر گردیده در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ناحیه‌های کوهستان نقش ارزنده خواهد گذاشت. در این فصل زمستان کارمندان ساحه نگهداری راه‌های اتومبیلگرد منطقه رشت از تمام امکانات‌های موجوده ثمرناک استفاده می‌برند تا راه‌ها از برف همیشه تازه بوده حرکت نقلیات به یگان مشکلی تامین کرده شود. ایدگل محمود، دودرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت.